به اولین درس مکالمه خوش آمدین. در این درس یاد خواهد گرفتین که چطور جور پرسانی کنین، چطور نام خود را بگوین و بگوین که از کجا هستین و همه اطلاعات را از طرف مقابلتان پرسان کنین. سلام، څنګه یې؟ زه ښه یم. تاسو څنګه یې؟ زه هم ښه یم. مننه. سلام همون سلام فارسی است. څنګه یې؟ چطور هستی؟ زه ښه یم و یا زه ښه یم. زه یعنی من، ښه و یا ښه به معنای خوب، یم هستم. زه ښه یم، من خوب هستم. تاسو څنګه یې؟ شما چطور هستین؟ تاسو، شما. زه هم ښه یم، من هم خوب هستم. زه، من هم ښه یم، من هم خوب هستم. مننه، تشکر. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم علی ده. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم لاله ده. ستاسو نوم، نام شما څه دی؟ چی است؟ ستاسو نوم څه دی؟ نام شما چی است؟ زما نوم، نام من علی ده، علی است. ستاسو نوم څه دی؟ نام شما چی است؟ زما نوم لاله ده، نام من لاله است. پس میتونین بعد از زما نام خود بگوین و در انتها فعل ده به معنای است را به کار ببرین. زما نوم احمد ده، زما نوم فرشته ده، زما نوم محمد ده، زما نوم لیلا ده. در بخش کامنت ها حتما نام خود برایم نوشته کنین تا بفهمم که یاد گرفتین یا نه. تاسو د کوم ځای؟ زه د ننګرهار یم. تاسو د کوم ځای؟ زه د کابل یم. تاسو د کوم ځای به معنای که اهل کجا هستی، از کجا هستی. کوم ځای، کجا. زه د ننګرهار یم، من از ننګرهار هستم. زه د کابل یم، من از کابل هستم. حال شما هم در بخش کامنت ها نوشته کنین که از کدام منطقه زیبای افغانستان هستین. حتما به زبان پشتو نوشته کنین تا بفهمم که یاد گرفتین یا نه. پر پیژنگلوی مو خوښ شم. زه هم ستاسو پر پیژنگلوی خوښ شم. پر پیژنگلوی مو خوښ شم. از دیدار شما خوش شدم. زه هم ستاسو پر پیژنگلوی خوښ شم. من هم از دیدار شما خوش شدم. پر پیژنگلوی، از دیدار شما، از آشنایی معرفی شما. سلام، څنګه یې؟ زه ښه یم. تاسو څنګه یې؟ زه هم ښه یم. مننه. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم علی ده. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم لاله ده. تاسو د کوم ځای؟ زه د ننګرهار یم. تاسو د کوم ځای؟ زه د کابل یم. پر پیژنگلوی مو خوښ شم. زه هم ستاسو پر پیژنگلوی خوښ شم. خب دوستان عزیز، این بود درس اول مکالمه کوتاهی که ما داشتیم. خواهش میکنم درس جدی بگیرین. اگه میتونین اون را یک بار حتما بنویسین و یک بار هم برای من کامنت کنین تا بفهمم که چه یاد گرفتین. اگر مشکلی داشتین برایتان اصلاح کنم و با خود چند بار در طول روز تکرار کنین تا ملکه ذهنتان شود. امیدوار هستم که این درس هم برایتان مفید بوده باشه. اگر دوست داشتین را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید عقب نمونین. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. در خدای پامان.